خب ما میتونیم، اجازه بدیم. شما یه خود صرفه جویی بکن، همینجوری دهک شکوفا میشه. حالا اصلا شما این پولا رو بذار کنار. بابا ما با همین چمن استادیوم آزادی میتونیم یه خاورمیانه رو قرمه سبزی بدیم. ما میتونیم. همین آیت الله حائری پارسال تو تلویزیون من دیدم، تو همین تلویزیون با یه استکان آب وضو گرفت، صرفه جویی کرد. بعد حسب یارانه ها من شنیدم طرف با یه توف دوش میگیره. خب توجه بفرمایید، خب طرف اومده همراه دولته، همراه این طرحه. من تشکر میکنم اینجا از تلاشی که این عزیزان میکنن. دکتر چه توصیه دارید برای استفاده از این پول؟ ببین من حساب 2 تا 4 تا رو دارم میکنم و شما حسابشو بکن. ما 40,000 تومان تو حساب هر خانواده 4 نفری ریختیم. 4 تا 40,000 تومان میکنه چقدر؟ 700,000 تومان. حالا 4 دهک ملت رو بهش اضافه کن، مازادش هم بیار، میشه 4 میلیون تومان. اون 60% هم که دولت حساب میکنه رو بهش بگو، میکنه 300 میلیون، 400 میلیون، 500 میلیون تومان. بابا بذارید ملت راحت باشن. من یه بچه رو دیدم، اجازه بفرمایید شما، من یه بچه رو دیدم تو سفرهای استانی داشت آب جوش میریخت تو باغچه‌اش. گفتم چرا آب جوش میریزی؟ گفت چون چایی کاشتم. حالا انشالله چاییش هم در بیاد، ما با هم یه چایی قنپلو بخوریم انشالله. من میخواستم اتفاقا از جناب عالی خواهش کنم اگه در پایان نکته‌ای مونده که فکر میکنید لازم هست گفته بشه و با مردم در میون گذاشته بشه رو بفرمایید که اگه جناب عالی بفرمایید. فقط حرفم با این ملت بانشاد اینه که این طرح جدیده، باید صرفه جویی کرد. مثلا من تو همون داستان بچه‌ه وقتی سوار هلیکوپتر شدم، یه خورده که رفتیم از مهندس مشایی کنارم نشسته بود، پرسیدم اسفندیار گرمته؟ گفت نه. از خلبان پرسیدم شما گرمتونه؟ گفت نه. گفتم پس چرا اون پنکر بالا سر هلیکوپتر روشن کردی؟ خاموش کنید، اینقدر برق مصرف نشه. اگه این صرفه جویی انجام بشه ما میتونیم گام‌های بلندی برداریم، گام‌های بلند. به خاطر همین موضوع من به کابینه، تمام وزرای کابینه سفارش کردم برای برداشتن این گام‌های بزرگ همه بیجامه بپوشن که راحت گام بردارن. بله گام‌های بعدیشه انشالله. ببینید ما ظرفیتشو داریم، بذارید مردم زندگی کنن. من مسافرت زیاد کردم، همه جارم دیدم. بر اساس آمار کارشناسای ما از هر 1 میلیون بچه‌ای که تو ایران به دنیا میاد 999,999 تاش باهوشن، یه دونشون خنگه. حالا تو ژاپن از هر 1 میلیون بچه 999,999 تاش خنگن، یه دونشون باهوشه. یکی از دوستان به من گفت پس چرا ژاپن انقدر پیشرفته است ما نیستیم؟ گفتم به خاطر اینکه تو ژاپن اون باهوشه رو میکنن رئیس جمهور، تو ایران خنگه شده رئیس جمهور. خب بذارید مردم زندگیشونو بکنن.